مقام و منزلت مادر در همه دور و زمان در هر حالت بلندتر و با شکوهتر بوده است. در همین محفل ما هم این نکته روشن است. هرچند حرف از باب پدر می رود ولی صدرنشین دو مادرند. من هم مثل قربان چون کودک بودم، حالا نمیدانستم که برای من چقدر غم خورده و چقدر تشویش و رنج کشیدن پدرم مادرم. البته هر چند که کلانتر می شدم تا قدر درک می کردم. البته اون گرمی، اون مهر پدر و مادر، اون شفقت و اون صمیمیت کی حس نمی کند. ولی وقتی که خودم پدر شدم بعد باز بیشتر فهمیدم. من دیر فهمیدم که یک معاش ناچیز می گرفتند. همگی 65 روبلی شوروی همان داره. ولی با همین 65 روبل ما 9 فرزند را کلان کردند. ما 6 پسر. در آن دور هر یک پسر وقتی به خدمت حربی می رفت یک توی یک معرکه می آراستند. همین خراجات و همین تهیه می کردند پدر از کجا به هر صورت. باز برگشت هر یک فرزند از خدمت حربی هم همین خیلی یک معرکه بود. بعد خانداندن و خلاصه خاندار کردن و همه اینقدر بگم که چقدر همون بیدار خوابی هاشون و عذاب کشیدن و رنج که چه خیلی فرزندم کلان کنم خاندار کنم، فرصت شاید بیش دست نداد که اون رنج و زحمت های پدر را جبران کنیم، خدمتشون را به جا بیاریم، به خدمتشون برسیم. برای همین حرفای قربان جان دارد که به هر یک اینجا نشستگان گفتن زهی خوشبخت هستند آنهایی که پدر دارند مادر دارند. اینها بهترین شانس دارند که خدمت آنها کنند، دعا گیرند. یک شاعر ترکمن پدر مخدوم قلی آزاد که کاملا تاجیکی شعر میگفت، یک دو بیتیش من هر جا میخوانم که میگد جنت طلب دعای پدرت، میکن تو طواف خاک پای پدرت، میکن تو طواف خاک پای پدرت، با امر خدا برابر است امر پدر، خوشنوده حق بود رضای پدرت.